آقا تیبا مدل 400 مدل 1400 این وضعیت گیربکسشه. آقا ماشین صفر میخرید حتما ببینید، حتما واسکازین یا روغن گیربکس یا همون گیرایلش رو عوض کنید. ببینید چقدر براده چسبیده بهش. روغن فابریک رو عوض کنید. این وضعیت داخل گیربکس. ببینید چه خبره. نگاه کنید، نگاه کنید چی شده. حالا میشوریمش، واقعیش همون طوری که باید باشه رو بهتون نشون میدم. آقا تیبا مدل 400 مدل